من از این عصبانیم که با احساساتم بازی شده. من از این عصبانیم که با کارهای بی‌منظور و پدرانه شما من انگشت‌نمای همه شدم. من از این عصبانیم که کارهای بی‌منظور شما باعث شده همه بدترین فکرها رو راجع به من بکنن. بعد شما اینجوری روبروی من وایسادین میگین همش بی‌منظور بوده. خانم فرامد صبر کنید، لطفا یه لحظه بیاید بشینید. برو خونه. مگه کری؟ باز چی بایستیدی؟ برو خونه. مهدی چی شده؟ تو اینجا چی کار می‌کنی؟ گفتم باشه برو خونه! آقای فرامد اجازه بدید. تو یکی سر جات وایسا. دخترت الان خونمون بود، هر چی لازم بود و برامون توضیح داد.